سختی و مشکلات تو را گرفتار شده و راه خلاصی نداری. غصه داری که از درون تو را تشویش می‌دهد. شکست خوردی و آسیب جدی دیدی. حتما به خودت میگویی که از کودکی شانس نداشتم. به خودت میگویی چرا این همه مشکلات را داشته باشم و دوباره و دوباره و دوباره شکست برایت پیش می آید. فکر میکنی علت چیست و تا کی این ادامه میکند؟ فکر میکنی خلق شدی تا به مشکلات بکشی؟ شاید دلت میخواست فرار کنی و از این همه رنج ها رها شوی، اما خدا از همان بچگی هم بارها و بارها توپ را به سمتت پرتاب کرده است که بگیریش و وارد بازی شوی. کسی که قدر توپ ها را دانست آیندهش روشن است. ممکن است همه چیز علیه تو باشد. مشکلاتی که به نظرت بزرگتر از اندازت هستند برایت پیش بیاید، اما باید بدوی. همین خودی حال و تصمیمت را بگیر. مشکلت را بگذار بر زمین. تو قدرت خدا را به خود داری. سنگین ترین مشکلات هم در برابر قدرت ذهن و اراده انسان ناچیز است. بگرد و ببین راه تو کجاست. بررسی و جستجو کن و پروازت را آغاز کن. از سر زدن مشکل ها نترس و پرواز کن که خداوند نگهبان توست. به خدا ایمان داشته باش و با سرعت سوی هدفهایت حرکت کن. توپ شانس در دست توست، فقط آن را باید واردی ثبت کنی. نترس، برو به سختی ها بگو تو چی هستی در برابر خدای من. بیزنش بر زمین، از کنارش گذر، دست از غصه خوردن بردار، توپت را بیانداز بر داخل سبد و غالب بیا. حرکت کن و خسته نشو و از دست نده آن شانسی را که خداوند برایت داده است. از لطف خدا استفاده کن، تلاش کن و به هدفهایت برس. تو با قدرت ادارت می توانی هر کاری را انجام بدهی، به شرطی که از پشت مشکلاتت بیرون آیی، به شرطی که امیدت را از دست ندهی. امید یعنی ایمان به خدا و رحمتش. با امید باش، به سمتش حرکت کن. حرکت کن تا برکت حرکتت را به دست آری. وقتی که به خدا و قدرتش به تمام عالم ایمان داشته باشی، زمانی که توکل کنی، این قدرت مطلق را برایت روشن می شود و حتی بزرگترین مشکلات هم برایت ساده می نماید. ما با پررگی می توانیم از قدرت این خدای قدرتمند استفاده کنیم. این خداست که عاشق بنده هایش است. چون با او باور داری، حرکت کن و همه مشکلاتت حل می شوند و مطمئن باش هیچ مشکل وجود ندارد. از رحمت خدا ناامید نشو. حرکت کن، به دست آورد بزرگ نائل می گردی. تنها خودی حالا شروع کن و دنبال هدفهایت باش.